ما شما مقصد داریم. مقصد سبب این میشه که ما دیپریشن نمیشیم، یعنی که آدم رو افتاده نمیشه. ما رو هم مقصد میبره، زندگیمون رو معنا میده و مقصد ها گوناگون هم. سر کرده این مقصد عادیه که ما امروز میخواهیم یکم سر به دست بیاریم، حتی همین خانمان مثلا دسترخوان پر از نان باشد، یا تو مقصد عالیه که مثلا ما میخواهیم دیدار خدا را ببینیم. این مقصد بسیار عالی زندگی است. ولی به هر حال چیکار کنیم که ما با مقصدمون برسیم؟ هر آدم مقصد دارد، میگم که باید یک موتیواسیون، یک هوسمندی در درون دلش داره که میبرش به همون مقصد، میخیزانش. یعنی که کارش به پگه نمیسپارن، به پگه نمیگذارن. امروز کار همین روز سر میکنن. برای همین برای اینکه ما با مقصدهای خودمون برسیم، یکم آن در کاری که ما اول مقصد مشخص کنیم، مقصد خودمون رو کنکریتی کنیم، مشخص کنیم. حتی با او درجه ای که وقتی که در فکر ما مقصد میگذاریم، مقصد ما باید در سر ما روشن باشد، ما مشخص چی میخواهیم. و اگر همون مقصد آدم در بالای کاغذ بنویسد، یعنی بسیار وقت ما فراموش میکنیم. اگر برای ما شما را بسیار وقت میگم که دفتر بگیری، اما دفتر خودتون داریم قید کنید مقصد خودتون، پلان و نقشه های خودتون که امروز به همون سمت مقصد میریم. یعنی که وقتی باید با بالای کاغذ که آوردی، هر روز میبینی باید همون قدر پیش نظرت مقصد درست بیار کریستالیزات، یعنی که روشنش کنی که بیار همون مقصد خود رو ببینی. در چی؟ در پیش نظرت، در حسیاتت و در فکرت مقصد باشه. و برای همون مقصد مثلا وقتی که ما شما عملی کردن میخواهیم، ما بدونیم که درباره همون مقصد ما اطلاع باید داشته باشیم، یعنی اینفرماسیون داشته باشیم. ما را البته باید یک کسی یا که میگه و اینفرماسیون یا خودمون از اینترنت میگیریم، یا کسایی که همون مقصد به دست در آوردن انا همونو میپرسیم، یا که متخصصان همون ساحه را، کسانی که در همون ساحه مثلا کار میکنن، از اونها ما باید اخبار یعنی اطلاع بگیریم. این بسیار چیزی چیست؟ بسیار چیزی مهمه که شما اطلاع بگیرید. اگر درباره مقصدتان شما ندانید، دانشتان کم باشه، بعد از در آوردن نهایت مشکل است. دویم، ما مقصد در وقت میگذاریم. مثلا مقصد یک روزه، مقصد یک هفته نه، مقصد یک ماه، یا که مقصد یک ساله، یا مقصد تمام حیات. چطوری گفتیم که یکی هم مقصدهای انسان، مثلا این دولت پیری راندن است. برای که دولت پیری برانه باید زمینه هاش خوزی رو سازد، در جوانش پیریش فکر کنه، یک کسب داشته باشه، وطنش تنج امن باشه، یک مناسبات اجتماعی شب سازد. برای همین ما در وقت میگذاریم. یعنی همه وقت شما بگویید معنی وقتی که وقت گذاشته میشه، همون وقت به نظر میگیرد. وقتی که اولی بینیم، اولی امکانات باشه، یعنی معنی اینه بعد میگذارد، چون که هر روز معنی یک پرابلم داره که باید حلش کنه. برای مشخص در معنی تو میمونه که فلان سال، فلان ماه، فلان روز و فلان ساعت، این مقصد خدمت به دست میارن، در وقتش بذارید. و سیم، این البته نقشه بکشید. برای به دست آوردن مقصد شما نقشه بکشید و دیتیل های همون مقصد تونه بگذاره که از چی عبارته. مثلا آدم میخواه که طبابت گیرد. ما میدونیم که طبابت انسان 4 زینه است. علامت های بیماری میروند، ما همون عضوی آسیب دیده را طبابت میکنیم. سه ما ای فکرمون، همون کسا هم میگیریم فکران ما خودمون است، یعنی ریابیلیتاسیون پسیکولوژی یا که توان بخشی میگن. بعد اجتماعی، یعنی ما رو در کار برمون خلال ما نرسانه، همون بیماری ما تو کارمون نتیجه نباشه. همین طور مثلا ما وقتی که میگذاریم ای دیتالا ضرورت بدن مقصد ما نمیگیریم، هر یک دیتاشه، هر یک قسمشه ما جداگانه حل میکنیم. یعنی که مثلا آدم خانه ساختن میخواد، اول دوادوی زمین میکنه، باید مثلا حجت گذاری میکنه، بعد باید با استوا گپ میزنه، بعد مبلغ گذاری میکنه و مسائل هم میاره و در وقت میگذاره که نمیخواد در وقت ما باید همین چه کار بود کنیم.
و چیزی البته همه مهم اونه که انسان اگر نیروی عصب نداشته باشد قوای عصب نمیتونه به مقصدش برسه. برای اینکه قوای عصب باشه باید بیهوده صرف نکنه. قوای عصب چی میگیره؟ غضب. قوای عصب چی میگیره؟ ترس. قوای عصب یعنی که سست و ضعیف میکنه، کارهای بیهوده که برای زندگی که لازم نیستن. قوای عصب وقتی بیهوده را صرف کردن میگیره. قوای عصب مناسبت های ناتنجی چی خانواده چی جای کار میگیره، همه این قوای عصب رو میگیره. برای اینکه شما قوای عصب دویم داشته باشید، هر روز بخیزید برابر مخاط و طرف مقصد خودتون برید، برای صحت سالم باشید، مقصدتون برسید، باید نیروی عصبتون رو بقوت کنید. نیروی عصب ما بقوت میکنیم. البته داروها هست، امروز داروهای بسیار خوب هستن که مثلا چه ویتامین ها هستن، چه قوت دهنده هستن، چه هستن که گردش خون ساز میکنن و چی هست که ما با بعضی پروسیدورهای دیگر داریم که میگذرونیم و همه مهمش مشق‌های روانی تاجیکی. برای ما شما را دوی میگوییم که یادگیری نرم کردن بدن، رسلاویچه کردن، یادگیری مثلا فکراتون رو درست کردن و مقصدتون رو در پیش گذاشتن و با تخیل خود چی طور شما هم مقصد به دست آوردید. یعنی خودتون رو در درون همون مقصد ببینید که شما باید که خود بود کردید. یعنی همین طور شما میتونید که به مقصدهای خود برسید. البته فراموش نسازید که یکی از چیزهایی که مردم ما میکنن این البته دستی دو داشتنه، البته فراموش نسازید و البته بدونید که مقصد شما به دست میاره با چی معرفت و دیگران میاره، چون که بعضی مقصدها هستن که شاید به مردم ضرر برسونن. برای هم نگاه کنید از این مقصدها دست بکشید و حلاوت کیفیت اون مقصدی که شما در میتیه رسیدنش اون امروز حس کنید. امیدوارم خداوند نصیبتون گردانه که شرایط بهترین دولت ما هست، ما با مقصدهای خود انشاءالله رسیدن میتونیم. همین شرایط رو استفاده برید و به مقصدهای خود برسید. سلامت باشید.